دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان در صفحه ایکس خود نوشته است که رافیلا آیودیس نماینده پیشین این اتحادیه برای افغانستان درگذشته است. بر اساس گزارش‌ها او به مدت 1 سال به عنوان نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان کار کرد و حدود 2 ماه پیش از سمتش کنار رفته بود. در پی رویداد ترافیکی در منطقه کلکوت از مربوطات مهترلام مرکز ولایت لغمان 6 تن جان باخته و 17 تن دیگر زخم برداشتند. این رویداد به دلیل تصادم 2 اراده ریکشا و یک موتر نو مرسیدس رخ داده است و علت این رویداد بی‌احتیاطی راننده خوانده شده است. در عین حال در اثر 2 رویداد جداگانه ترافیکی در شهر میمنه مرکز و ولسوالی دولت آباد این ولایت 2 تن جان باخته و 10 تن دیگر زخمی شدند. در میان جان باختگان زنان و کودکان نیز شاملند. مسئولین در افغانستان بانک میگویند معاملات غیر شرعی در سکتور بانکی از بین رفته و اکنون تمام معاملات بانکی در روشنی فقه حنفی بدون سود صورت میگیرد. آنان میگویند در افغانستان بانک برای بلند بردن ظرفیت کارمندان خود متحد است و میخواهد که در بخش بانکداری اسلامی از تجارب بین المللی کار بگیرد. شمار از کوچی‌های محلی و روزگان از هیئت وزارت امور اقوام و قبایل که به این ولایت سفر کرده خواستند که حکومت باید به کودکانشان زمینه آموزش را فراهم بسازد. هیئت این وزارت اطمینان داده که خواسته ها و مشکلاتشان را با مرکز و اداره های مربوطه شریک خواهد ساخت. برخی باشندگان شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز از وجود بی‌نظمی‌ها در داخل این شهر شکایت دارند. آنها میگویند برخی دکانداران شهر زرنج در پیاده‌روها وسایل دکان‌های خود را گذاشتند که برای عبور و مرور مردم مشکلات را ایجاد کردند. اما شهروالی این شهر از ایجاد کمیته برای برقراری انضباط شهری خبر می‌دهد. با افزایش علاقه‌مندی زنان به تولیدات محلی در بامیان، فعالیت‌ها در این بخش گسترش یافته است. این زنان اما می‌گویند که نبود بازار مناسب برای فروش محصولاتشان انگیزه آنها را تحت تاثیر قرار داده است. اما مسئولین ریاست صنعت و تجارت این ولایت می‌گوید که این ریاست با همکاری مؤسسات داخلی و خارجی از زنان شاغل حمایت نموده زمینه تولید و فروش محصولات داخلی را فراهم ساخته است. و بر اساس گزارش‌ها یک طیاره مسافربری در کره جنوبی سقوط کرده که دست کم 179 تن آن جان باخته و 2 تن دیگر زنده ماندند. این طیاره که 181 سرنشین داشت از بانکوک مرکز تایلند به طرف میدان هوایی ماون کره جنوبی در حرکت بود. نخست در ماشین‌های این طیاره آتش سوزی رخ داده اما قبل از نشست تمام طیاره آتش گرفته بود.